چطوری از 0 تومن برسیم به درآمد $1000 در ماه؟ ببین، شروع به کار شما کلا 3 مرحله داره. مرحله اول باید برید یه فنی رو یاد بگیرید یا برای کسی شاگردی کنید یا کارگردی کنید. مرحله دوم با اون فنی که یاد گرفتید، با اون حرفه‌ای که یاد گرفتید، برید درصدی کار کنید. خب حالا چه املاک هست چه مکانیک چه سومی جایی که شما کارفرمای خودتون میشید. ببین، این پروسه احتمال داره مثلا تا 5 سال هم زمان ببره، تا 3 سال هم زمان ببره، ولی خب 0 تا 100 کار کردن یک شخص برای خودش و موفق شدنش. حالا این درآمد $1000 مثلا بعد 5 سال مثلا میاد میشه $10,000، میشه $5000، میشه 500 میلیون. حالا هر جای دنیا که هستید این متغیره. من کار خودم رو 9 سالگی شروع کردم. خب حالا تا 9 سالگی تا 15 سالگی رفتم نتورک مارکتینگ. خب سنی داشتم که اصلا خب نمیفهمیدم خیلی چیزا رو و فقط برای این اون تابستونا کار میکردم یه پولی در بیارم، حالا مثلا وسایل مدرسه‌مو بخرم. بعد از که رفتم نتورک مارکتینگ به من خیلی کمک کرد و بعد از اینکه نتورک مارکتینگ در اومدم، وقتی که من نتورک در اومدم، همونجوری که خیلیاتون میدونید، خب نتورک یک بازیه که پول شما رو از دست شما در میاره. خب عوضش خب خیلی چیزا به من یاد داد و خیلی منو تکون داد. فنهای فروشندگی، فنهای مثلا صحبت، همه چی. خب وقتی که من نتورک در اومدم، خب هیچ پولی نداشتم و مجبور بودم که برم کارگری کنم. چند ماهی تو یه فلافلی شروع کردم کار کردن. خیلی بد بود. خب یه دختر پسر میومدن اونجا، همسنای خودم، بابای پولداری داشتم و من مجبور بودم بین خدمات بدم، جارو بکشم، تایی بکشم، میزشون رو تمیز کنم و بهشون غذا بدم. و بعد از چند ماه خب با صاحبکارم بحثم شد و از اونجا در اومدم، رفتم داخل یه بوتیک کار کردم، فروشش رو 5 برابر کردم. روزی مثلا ما 200,000 تومان دخل میزد. سال 2016 اینا 200,000 تومان دخل میزد. من دخل اینو رسیده بودم به 1 میلیون تا 2 میلیون تومان در روز. بازارهای معمولی، اگر بازار خوب بود که 3-4 تومان. بهش گفتم حقوقم بیشتر کن، بیشتر نکرد و منم اونجا در اومد. بعد یه روز داشتم تو اینترنت میچرخیدم، تو یوتیوب داشتم میچرخیدم شغل‌های پردرآمد چیان و ویدیو مانی خوشبین رو دیدم که داره داخل ریال استیت فعالیت میکنه. گفتم چرا من تا حالا به املاک فکر نکرده بودم، چرا اصلا تا حالا دنبال املاک نرفته بودم. رفتم املاک، وارد فاز دوم کار کردنم شدم. املاک چند تا صحبت کردم، یه جا مستقر شدم، درصدی بود، یه سر کمیسیون به من میدادن. و خب فاز دوم هم که همونجوری که گفتیم جایی رو پیدا کنید که از فنتون استفاده کنید و درصدی کار کنید. فن من هم فروشندگی بود، وایسادم اونجا درصدی کار کنم. یه 2-3 ماهی گذشت، من هیچ مشتری نداشتم چون داشتم خاکخوری این داستان رو میکردم و داشتم دیوونه میشدم، یعنی داشتم روانی میشدم. حتی پول کرایه ماشین هم از مادرم میگرفتم که برم پرند و برگردم. خب 3-4 ماه این فشار رو من بود، هیچ پولی نداشتم، گوشیم هم تو نتورک شکونده بودم و یک نوکیا ساده داشتم. 2 سال یه 3-4 ماهی گذشت تا اینکه املاک روی خودش به من نشون داد و هفته ها پشت هم مشتری میومد، 5 تا مشتری در هفته، 3 تا مشتری در هفته، 2 تا شراکتی بزن، 2 تا خودت بفروش، 2 تا خودت بخر. بعد از 3 ماه اتفاق افتاد و خب یه پول زیادی رو من تونستم اونجا در بیارم و عقده‌هامو یه مقدارش جبران کردم. عاشق غذا خوردن بودم. من وزنم 64 کیلو بود، اون موقع غذا خورده بودم که 87 کیلو شده بودم تو 4-5 ماه. گوشیای به روز بخر، برای مادرت گوشی به روز بخر، لوازم خونه رو عوض کن، این کارو کن، این خرج کن، اون خرج کن. و بخش زیادی از درآمدم هم من سرمایه گذاری میکردم روی دوج کوین و خیلی دوج کوین میخریدم اون زمان. و تو اینستاگرام داستان دوج کوین رو گفتم که سرمایه که من ریختم تو دوج کوین چقدر شد، من رو چند خریدم، چی شد که اومد شد $500,000 و از اون $500,000 چی شد و کجا رفت. کلش تو اینستاگرام تو هایلایت گفتم، لینکش تو دیسکریپشنه. و خلاصه این روند املاک گذشت و کرونا اومد و بعد از کرونا خب بازار املاک خیلی نابود شد و داغون شد. و من اون پولی که جمع کردم گفتم بذار برم خدمت. و من رفتم خدمت و تو خدمت گفتم من پولی که جمع کردم رو بذار یه بخشش رو یک آنلاین شاپ بزنم. یکی از آشنای ما سیر سیاه تولید میکرد و گفتم محصول چیه، داستانش اینا. یه سری توضیحات بهم داد و خب چون این محصول تازه اومده بود تو ایران و فروختنش واقعا سخت بود، یعنی محصولی که تازه میاد تو ایران اگه ترند جهانی نباشه خب فروختنش سخته، تا طرف پرزنت کنی این داستانش اینه، اینجوریه، فایدهش اینه، زمان بره. من این اومدم تو با سلام و دیوار آگهی گذاشتم، شروع کردم تبلیغات دادن، مانور دادن روش و فروختنش و ویزیتورهای سرپایی هم میکردم، میرفتم عطاری دونه دونه صحبت میکردم، حالا 10 تا 2 تاش مثلا من میخرم. و بعد از 5-6 ماه این فعالیت رو انجام دادن افتاد روی درآمد خوبی. اون موقع مثلا اون زمان مثلا دلار بود 19,000 تومان، 20,000 تومان، مثلا ماهی 30 تومان 40 تومان در میآوردم، یعنی مثلا ماهی $2,000 از یه آنلاین شاپ با یه محصول داشتم اون موقع من در میآوردم. الان شاید مثلا بگید که خب سری سیاه فروختن چه رفتی به املاک داره، بعد اون فلافلی چه رفتی داره. ببینید من تو نتورک مارکتینگ فروشندگی حرفه‌ای رو یاد گرفتم و تمام این حوزه‌ای که برام دقت کنید همش فروشندگی، از بوتیک بگیر، از املاک بگیر، از آنلاین شاپ بگیر، اینا همش هنر فروشندگی، هنری که برای شما میلیاردها پول میسازه. با اون آنلاین شاپ من در حین خدمت تونستم بالاخره برای خودم یه دونه ماشین بگیرم و خب خیلی کارا تونستم بکنم. وارد حوزه خرید و فروش املاک شدم تو پرند. یه ضرر سنگینی هم اونجا کردیم، اونم بعدا باهاتون به اشتراک میذارم. و خلاصه که مسیر ما اینجوری بود و حالا از اون پول تزریق شد به بیزینس‌های دیگه مثل بیزینس‌های موبایل،
اوتومبیل و طلا و تزریق شد تو این کارها و چیزی هم که مردم خیلی بهش دقت نمیکنن و تو ایران خیلی مرسوم نیست. خب یه سری آنلاین شاپ رو میشه فروخت. خب من مثلا با سلام خودم رو میتونم بفروشم. تو دوران اوجش قیمتای 1.5 دو میلیارد تومان هم میشد فروخت اون رو و خب یه مغازه‌دار میاد میخره و اون تصویری داخلش نیست. خب طرف نمیدونه کی پشت اون آنلاین شاپه و خیلی راحت خرید میکنه و سفارش رو ثبت میکنه میره. بیزینس این شکلی رو بسازید و بفروشید یا اصلا خودتون پای بیزینستون وایسید. و همونجوری که گفتم من موقع ماهی 2000 تا در میآوردم. الان محصولاتی هستن که اصلا پتانسیل ماهی 10000 تا هم دارن، ماهی 20000 تا هم دارن و اصلا چیز دور از انتظاری نیست که مثلا بگم چون تو ایران می امکان پذیر نیست. نه تو ایران امکان پذیره، فقط تو گشادی. من با خیلی از بچهای 15 16 ساله که صحبت میکنم میگم خب چرا یه کاری رو دست نمیگیری، چرا انقدر داری وقت تلف میکنی برای رفیق بازی و اینا. این کار داداش ببین مثلا ما تو ایرانیم، خب من تو ایران کار کنم چی بشه تهش؟ ولش کن اشغال کنم، دنیا دو روزه، دنیا فلانه. ببین تو ایران تو اتفاقا باید 2 برابر کار کنی، چون کشوری که هر روز داره نرخ توش بالا میره، هر روز توش گرونی، هر روز توش تورمه. خب آمریکا نیستی که مثلا بگی من این شنبه کار میکنم با شنبه هفته بعدم درآمدم یکیه، میزان خرجم هم یکی، قدرت خریدم هم یکیه. اینجا ایرانه، تو امشب بخوابی صبح پاشی فردا قدرت خرید 10% کم شده، تو باید 2 برابر کار کنی. نه اینکه بگی من برای چی باید کار کنم. تو باید 2 برابر کار کنی، هی سرعتم تو مسیر ببری بالا و پولی که از این کارها در میاری تزریق کنی تو بیزینس‌های دیگه، هی بیزینس جدید شروع کنی. وقت رو تلف نکن، عمری برات نمونده. چشم هم بزنی شده 25 سالت. ما خودمون 15 سالمون بود این فکر می‌کردیم انقدر سری 25 سالمون باشه. 10 سال گذشت، مثل آب خوردن گذشت. پس فهمیدی چی شد؟ یک فن رو یاد بگیر، حتی اگه شده برای طرف رایگان کار کنی. با اون فنت برو یه جا درصدی کار کن، حقوق نگیر، یا برو یه جا درصدی کار کن. این باعث میشه که تو تنگ‌تر بشی و بتونی بهتر عمل کنی. وقتی به یه پولی سر ما بدن شل کار میکنه دیگه، میگن که پولا رو میگیرم مهم نیست. ولی وقتی درصدی باشه صد خودتو میذاری و درآمدت رو سرمایه گذاری کن. طلا بخر پس انداز کن، کریپتو بخر پس انداز کن و الکی نمال زمین. بخش زیادش رو پس انداز کن و مدیریت کن این رو. و سوم، اون پولایی که پس انداز کردی رو، طلا کردی رو، بالاخره اومده روش زیاد شده، میفروشی و کار خودت رو راه میندازی. حالا اگر تو اون حوزه حرفه میخوای راه بندازی، راه میندازی. اگر میخوای از اون مهارت استفاده کنی یک کار دیگه راه بندازی، باز میری راه میندازی و میشه کارفرمای خودت. بس این سه تا مسیر رو جدی بگیر و با جزئیات بشین روی کاغذ برای خودت باز کن و ببین دنبال چی هست و به چی علاقه داری. اگر شغل خانوادگی داری و علاقه داری میتونی انجامش بدی. اگر فنی رو دوست داری میتونی بری انجامش بدی. اگر حتی نمیدونی چی میخوای، شغل ها رو تست کن. اصلا هیچ اشکالی نداره شما تا 20 سالگی شغل های مختلف رو تست کنی. من خودم الان 24 سالم و همه این شغلا رو دارم تست میکنم. 10 تا شغل تست میکنی، 2 تاش میگیره، یه پول گنده بهت میده، 8 تاش نمیگیره. با اون 2 تا میای دوباره 10 تا کار دیگه انجام میدی، دوباره یکیش میگیره، میشه 3 تا بیزینس. و همینجور کارهای مختلف رو تست کنید و از اینکه تست کنید نترسید. شما از هیچ کس عقب نیستی، هیچ وقت هم عقب نمیافتی. کارها رو تست کنید ببینید از چه خوشتون میاد. پس این شد مسیر درآمد 0 تومن تا $1000 در ماه. اگر سوالی در این باره دارید خیلی خوشحال میشم بهتون کمک کنم و حتما تو کامنت از من بپرسید، من دونه دونه‌ش رو جواب میدم. و اینو یادت نره که تو بهترینی و خودتی که فقط میتونه خودت رو نجات بدی و به داد خودت برسی، آینده خوبی رو برای خودت بسازی. تا ویدیوی بعد میبینمتون.